ها؟ تو با بابام چیکار کردی؟ تو رو یادم اومد باز پرس. وقتی بابامو دستگیر کردن تو اونجا بودی تو شهادت بده. آره شد. بابام ها؟ سلجوق تاشکین قرار شهادت بده؟ آره. وایسا. بدم کن! وایسا دیگه. بزن کنار! آروم باش. آروم باش. آروم باش. آروم باش. هر چی میخوای بهش بگو، هر حرفی داری بزن. یکم آرومش کن. بیا. هر چی بهت گفته حقیقت داره. هر کاری قراره انجام بشه به خاطر اینه که من میدونم بهترین اشتباهی بری. زندگی در خطره. اول به خدا نکن بابا. بعدشم میسپرمت به بازپرس.
منو ببین. چه بخوای بهش پناه ببری اینا رو میدونی دیگه، مگه نه؟ تو دیگه بابای من نیستی. خیلی استرس داشتم، نخواستم بدون. همه صبحونم هم خوردم. نه شما برین دریا، ما باید یه حرفایی با هم دیگه بزنیم. کنم موضوع باشه اما تو رو خدا زود باش. باش. یامور طولش ندیا. از اینجا بیرون نرو، باشه؟ باشه، من همین دورو برم. چیزه یعنی
اینجام دیگه. اینو بدون، به خلیل سادی هم بگو از این به بعد از کنارش جم نمیخورم. کار درست انجام میدی پسر. خوش اومدی. ممنون. خیلی منتظرت گذاشتم. تو اینجا چیز دیگه ای نمیخوری که؟ بگذاریم. خب نیومدیم که اینجا در مورد این حرف بزنیم.
کله بزنم. ای بابا باز کن. چپ جلو، بچرخون سمت چپ به طرف من، بعد برو جلو. باشه بابا. اونت اشتباهه، باید بچرخونی سمت چپ. باشه بابا ساکت. داری اشتباه میری. خوبه بسه. ببخشید دختر بازپرس. اینجا رو ترافیک کردیم، سوار شو یکم جلوتر ماشین رو بهت میدم. بجو بیا. میری مجتمع؟ نره. باشه منم میرم اون طرف، با هم بریم دیگه. خیلی خوب باشه، تو هم میرسی. باشه راست میگفتی که چی؟ پسر دوست بابا میخواب الان چی شد؟ این بهت حق میده دزدکی بری تو خونه آدم؟ دختر بازپرس، بقیه راهو تو با تاکسی چیزی میری. خب پیادهشو نگه دار. میگم کمک. نه میگم ببین دارم.
حتما اونم گول زدی آره؟ عاقبت این کار خیلی بده، من بهت گفته باشم. من نه، بابات منو گول زده. اگه از چیزی اگه یه روز بخوام ازدواج کنم با همچین دختری، بعدش رو یادت میاد؟ چی؟ یادته بهم گفتی میخوام برم دانشکده حقوق؟ دروغ میگی؟ من خیلی عاشقت بودم جان. میتونیم از تصمیمت برگردی؟ نکن قربونت برم، خواهش میکنم این کار نکن. بهداشتی تا وقتی برگشتم امضاش کن لطفاً. زیدن چی آخه؟ یامور کی کنارته؟ آگونه؟ میخواست ماشین منو بدزده، منم از ماشین پیاده نشدم. الان بابام برام نقشه کشیدیم بازپرس، منم خرابش کردم. اینم جواب من به شما. برمیگردم جایی که بهش تعلق دارم.
گوش کن، من به دختر توصیفی نمیرسونم. اگه تا جایی که میخوام برم پیاده نشه، وقتی رسیدم اونجا ماشین مامان منو بدزدی. پیادم نمیشم. معلومه که بازپرس نیست. این آدمایی که دنبالتن کیه؟ چقدر سوال میپرسی تو؟ چقدر نون کیه؟ سلجوق تاشکین کیه؟ بابات مافیاست. مافیا چیه؟ مگه فیلمه؟ خب یعنی یه چیزی مثل خاص خودشو داره. من مثل بابام نیستم. به آدمایی که بابام لوشون داده خیانت نکردم. به همین سادگی. که نمیدونی حرف نزنی یا آهنگ بذار گوش کنی. Ama senin ayrı bir havan var. Seni gördüm.
همونجا. میشه اونجا بیای دنبالم؟ خوب میشه. اگه اخم و تخمه یکم کمتر بود همه چی آسان‌تر میشد. منتظر باش بابات بیاد. نظرتو نمیخوام. امیدوارم دیگه هیچ وقت همدیگه رو نبینیم باشه. یه چیز دیگه. میری خیلی فرق داره. داداش احمد، چی شد پسر؟ پسر خائن، میبینم که رنگت پری. بعدشم تو رو همراه پدرت توی قبر شال میکنم. اون دست هدیه من به تو بود. حالا که اینقدر از هدیه‌ام خوشت اومده، پس من یه
میدونم. گاز بده مظفر، گاز بده. برو برو برو. نگه دار. بی دخترم. آه یا مور، تو میخوای منو بکشی؟ میخوای منو بکشی؟ من خیلی ناراحتی. یعنی این اتفاقی که افتاده غیر قابل جبرانه. تو فکر میکنی برای همین ازت عصبانی؟ باشه. نیستی. رو تو نبودن دیکیو انتخاب کنم، نبودن تو ترجیح میدم. خوب میشه. برو سوار شو.